پس برای اینکه من پیروی سلف شدم و ابو حنیفه پیروی هوا و هوس شد. برای اینکه من پیروی سلف شدم و ابو حنیفه پیروی هوا و هوس شد. ولی ابو حنیفه مرجئه هستند. امروز بعضی ایشان امام اعظم صاحب را مشرک خطاب میکنن، مگر از خدا نمیشرمند؟ مگر از محمد مصطفی علیه السلام در روز محشر نمی‌هراسند که بزرگترین مجتهد و عالم را به نام مشرک بدعتکار خطاب کنی و تقلید او را غلط اعلان کنی و شرک اعلان کنی؟ خداوند رحم بالای همه مسلمان ها فرماید. قربان شما برادر، کاش که اینجا می بودن که عرض می کردم، اشک می ریختم، عذر می کردم که از خدا بترس. نکو دامنی مذهب پاره نکو، بیا واقعا موحد شو. اونا نامشان موحدون می گذارن. وقتی که محمد ابن عبدالوهاب رهبر اینا با پدرش هم جور نبود. عبدالوهاب شخصیت خوب است، پدرش مذهبی هست، برادرش مفسر قرآن است، محدث است برابر محبت. حضرت برادر محمد ابن عبدالوهاب محمد از مدینه ای کرد، پدرش از مدینه از خانهش کشید، گفت ما موحد هستیم، کلتون مشرک هستین. گفت که 600 سال مردم با کفر تیر شدن. نعوذ بالله، نعوذ بالله. امروز هم بعضی دور و نزدیک میشنوم بعضی مردم میگویند در مزار شریف سمت شمال بسیار وقت تیر شده که مردم مشرک تیر شده. بگوین نعوذ بالله من ذلک. از خدا نمیترسی برادرم که گپ میزنی؟ در روز محشر ببینه که گروه به طرف جنت راهی است و تو او را مشرک گفته بودی. گروه به طرف باغچه های رسول خدا داخل می شود و تو او را بدعتکار گفته بودی. و چقدر پشیمان شوی و چقدر خجالت شوی. دور شما عزیزان باش. به او برادرم میگم که عده زیادی از مسلمانان خوب را، مسلمانان عاشق را، مسلمانان مخلص را، مسلمانان عارف را، مسلمانان عابد را، مسلمانان مذهبی را به نام مشرک و بدعتکار خطاب میکنند. دیوانه و ملنگ و مجوسشان میفرمایند. خداوند بالایشان رحم کنه. حضرت رسول الله علیه السلام میفرمایند آنقدر یاد خدا کنید و در راه دین ما بروید که مردم شما را دیوانه بگوید. تا که مردم شما را دیوانه نگوید شما مسلمان های کامل نمیگردید. این حدیث مبارک را جلال الدین سیوطی در جامع الصغرای خود روایت میکند و همچون ابن حجر هیثمی صاحب. برادران محترم، کسی عربایی که در عربستان بود ماند، باز عربا گفت که پادشاه صاحب ما بخیر میریم، فتوا رو از ما گرفتین. اینا در هر جای دارالافتاء جور میکنه. در عربستان جور کرده، در انگلستان جور کرده. چی شرکت چی بدعت. هر چیزی را که دلشان شه او را شرک اعلان میکنن و هر چیزی را که دلشان نشه او توحید است. در حالی که شرک توحید قرآن میگه، شرک توحید رسول خدا بیان کرده پیش از پیش به ما. شرک توحید به ما امام اعظم ما وقت گفته است. حتی امام اعظم صاحب اعلان میکند اگر کدام مسئله من را یافتید که مخالف قرآن بود، مخالف حدیث بود، مخالف صحابگان بود، به دیوار بزنید. این اعلان امام ماست، این اعلان رهبر ماست. امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت ماست. در مکه مکرمه وقتی که امام اعظم صاحب میرفت پیشک میشد، مردم میدویدن بالا یکدیگر میافتن که چشمشان به امام اعظم بخورد. امروز بعضی ایشان امام اعظم صاحب را مشرک خطاب میکنن، مگر از خدا نمیشرمند؟ مگر از محمد مصطفی علیه السلام در روز محشر نمی‌هراسند که بزرگترین مجتهد و عالم را به نام مشرک بدعتکار خطاب کنی و تقلید او را غلط اعلان کنی و شرک اعلان کنی؟ خداوند رحم بالای همه مسلمان ها فرماید. امام اعظمی که عقود الجمان فی سیرت نیمان کتاب معتبر است که در جهان میچلد، امروز بازار جهان است. سیرت امام اعظم کتابی که کافران مسلمان ساخته است. عقود الجمان در شاه و گدا به امام صاحب احترام داشت، مکه و مدینه مردمش به امام صاحب احترام داشت. امروز هم تا جای احترام دارن غیر مقلدین. خداوند بالایشان رحم کنه که اونا هم احترام پیدا کنن. بالاخره پادشاه را و مولای صاحبایی که غیر مقلدین بودن دور از علمای ما و شما شترا را آورد، گفت شترا سوارشن به قشلاقایتان برین. چی کردیم موترای ما را؟ بدعت است نه، شتر سنت است که مرکب. گفت شما گفتین که سر چاو کشیدن بدعت است، گناه داره. خیلی موتر آمدن هم گناه داره دیگه. خیلی سر مخرکایتان سوارشن برین به قشلاقایتان. یک بار امی علما گپ متوجه شد، یک کمی آبرویشون میریزه آدم دیگه. در بحث پیش پادشاه عربستان پس ماندن. خداوند رحم کنه بالای اینا که متوجه شون. و من یک راه دیگر به اذن پیش میکنم. اگر آنچه که ما میگن همش غلط است، یک شب بخی به دربار خدا اشک بریز، گریه کو، بگو خدایا دو رکعت نماز استخاره بخوان، تو هم میفهمی که سنت است.
من هم میفهم که سنت است. اشک بریز، گریه کو، چند شب و روز روزه بگی، روزها روزه بگی، شبا فغان کو، قرآن بخوان، ذکر کو. باز بگو الهی به خواب من حضرت پیغمبر علیه السلام را بدر آور که به من در عالم معنویت بگوید که آیا راه امام اعظم حق است یا نیست، آیا امام مالک راهش حق است یا نیست، امام شافعی حق است یا نیست، امام احمد حنبل حق است یا نیست.